بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله معرفی اسماء الله الحسنى، نامها و صفات عالی و والای الله متعال، در برنامه امروز میپردازیم به شرح و توضیح نام مبارک الودود. الودود یکی از اسماء الله الحسنى هست و دلالت بر صفت ود و دوستی و محبت می کند. الله متعال در قرآن کریم خودش را با این نام و این صفت معرفی فرموده. در جایی که در سوره هود می فرماید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، طلب مغفرت کنید از پروردگارتان و رجوع بکنید، باز بگردید به طرف الله متعال. این ربی رحیم ودود، پروردگار من مهربان، گسترده مهر و ودود هست، دوست دارنده هست، دوست داشتنی هست. و همچنین در سوره بروج میخوانیم انه یبدئ و یعید و هو الغفور الودود، و الله متعال غفور و ودود هست، بخشنده هست، اهل مغفرت و بخشش هست. الودود دوست دارنده و دوست داشتنی هست. کلمه الودود از صیغه های مبالغه هست، دلالت بر کثرت این صفت می کند. الودود از ماده ود به معنی دوستی گرفته شده. الودود یعنی آن ذاتی که ود و دوستی و محبت خیلی زیاد دارد، یعنی این که خودش هم اهل محبت هست و دیگران هم او را بسیار دوست دارند. الودود یعنی کثیر الحب، آن کسی که زیاد محبت دارد یا مردم و دیگران با او زیاد محبت دارند. خود این کلمه و این صیغه دلالت بر هر دو جنبه می کند. هم الودود به معنی فاعلی، بدین معنی که دیگران را دوست دارد، اهل ود هست، اهل محبت هست، بندگانش را و مخلوقاتش را دوست دارد، و هم این که مخلوقات و بندگان او را دوست دارند، بر وزن فعول. پس بنابراین الودود یعنی این که الله متعال بندگانش رو دوست دارد، بندگانی را که شایسته محبت الله متعال هستند، و همچنین بندگانی الله متعال را دوست دارند، آنانی که به مقام محبت رسیدند، به مقام ود رسیدند، به جایگاهی رسیدند که محبت الله متعال را احساس می کنند. یحبهم و یحبونه، هم الله متعال آنها را دوست دارد، الله هم اهل ود و محبت هست، و یحبونه
و آنها هم الله را دوست دارند. معنی شرعی و اصطلاحی ود و الودود در باب عقیده یعنی این که الله متعال در میان اولیاءش و بندگان صالحش محبوب هست، به خاطر شناختی که از الله متعال دارند، به خاطر اسماء حسنا و صفات عالی و پربار و گوهربار و مبارکی که الله متعال دارد. اولیاء الهی، آنان که الله را میشناسند، الله را دوست دارند و الله متعال هم با عفو خودش، با مغفرت و بخشش و گذشتی که الله متعال دارد، بندگانش را دوست می دارد. حتی گناهکارانی را که مرتکب گناه و معصیتی شدند، الله متعال با آنها دوستی می کند، با بخشیدن آنها، با مغفرت کردن آنها، با توفیق دادن آنها به توبه و پذیرفتن توبه آنها. و همچنین الله متعال به تمام بندگانش دوستی می کند و این ود الله متعال و نام الودود و صفت ود به بندگانش می رسد از طریق این که الله متعال به همه رزق می دهد. نعمتهای گسترده‌ای که الله متعال دارد نسبت به مسلمانان خاصتاً و به تمام بندگانش و الطاف بیکران الهی. پس بنابراین الله متعال اهل محبت هست، ودود هست، دوست دارنده و دوست داشتنی هست و هر چیزی را که ما در دنیا میبینیم، هر نعمتی که هست، تمام اینها نشانه لطف پروردگار و نشانه این هست که الله متعال بندگانش را دوست دارد و هر چی ما میبینیم نشانه محبت الله متعال هست. الله متعال واقعا با توجه به صفات والایی که دارد، اسماء حسنایی که دارد، ذات مبارکی که الله متعال دارد، افعال الله متعال که نشأت گرفته از حکمت و مهر و لطف هست، بر اساس تمام اینها واقعا الله متعال باید محبوب دلهای ما باشد. و چه زیبا هست که الله متعال در قرآن کریم صفت ودود را با صفت مغفرت و رحمت گره زده و این خودش گویای یک معنی دیگر هست، یک فضیلت دیگر، یک محتوای دیگری را به ما میرساند. آنجا که الله متعال میفرماید ان ربی رحیم ودود، که الله متعال رحیم و ودود هست، اهل رحمت هست و اهل محبت هست. یعنی این که در سوره بروج میفرماید و هو الغفور الودود، بخشاینده و ودود هست، اهل مغفرت و ود هست. امکان دارد که در میان بندگان اگر تصور بکنیم یک فردی در حق دیگری کوتاهی کرده باشد و طرف دیگر بالفرض که ببخشد اما دوستش ندارد. یک کسی اومده در حق شما کوتاهی کرده، بعدش آمد در حضور شما و از شما معذرت خواست، شاید عذرش را قبول بکنید، او را ببخشید، اما این که دوستش داشته باشید در عین حال این بعید هست. الله متعال گناهکارانی را که توبه می کنند می بخشد آنها را و هو الغفور، الله متعال بخشنده هست. کسانی که اهل معصیت بودند، گناهی را انجام دادند، وقتی که توبه می کنند الله متعال آنها را دوست می دارد، در عین حال که آنها را می بخشد دوست هم آنها را می دارد و هو الغفور الودود. گاهی وقتی انسان شاید برعکس باشد، بر کسی که انسان دوستش ندارد شاید شفقت بکند،
به خاطر یک سری منافع دیگر و از جنبه دیگر. اما الله متعال غفور و ودود هست، رحیم و ودود هست. در عین حالی که رحیم هست ودود هم هست، در عین حالی که اهل دوستی هست اهل رحمت هم هست، در عین حالی که اهل مغفرت هست در کنار اهل مغفرت بودن اهل دوستی هم هست. و این نشانه کمال الله متعال در این صفت هست. و الله متعال کسانی را که شایستگی محبت الله متعال را داشته باشند آنها را دوست می‌دارد. ان الله یحب التوابین. الله متعال توبه کنندگان را دوست دارد، محسنین را دوست دارد، پاکان را دوست دارد. کسانی را که اهل مغفرت و بخشش هستند، کسانی را که بر دیگران ترحم می کنند، تمام اینها را الله متعال دوست می دارد. پس بنابراین ما به عنوان یک مسلمان و بندگان الله متعال به خاطر این که این محبتی که در میان ما و پروردگارمان هست به خاطر این که دو طرفه بشود، هم الله متعال ما را دوست داشته باشد و هم ما الله متعال را دوست داشته باشیم، باید کارهایی را انجام بدهیم که الله متعال میپسندد. ان الله یحب التوابین. الله متعال توبه کنندگان را دوست دارد، متطهرین را دوست دارد، محسنین را دوست دارد. کسانی که نرم دل و خوش اخلاق هستند الله متعال اینها را دوست دارد. کارهایی را که الله متعال میپسندد ما انجام بدهیم تا این که الله متعال ما را دوست بدارد. در روایت صحیح بخاری هست که الله متعال میفرماید در حدیث قدسی: لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. بنده من چنان با انجام عبادت‌های نفلی غیر از فرض به من تقرب می جوید، عبادت‌های نفلی رو انجام می دهد، نماز و روزه و صدقه های نفلی رو انجام می دهد تا به یک مرحله می رسد که من او را دوست می دارم. پس بنابراین هرچند که ما بیشتر عابد باشیم، به عبادت‌های نفلی و سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر عامل باشیم، به همان اندازه الله متعال ما را بیشتر میبخشد و دوست می‌دارد. هرچند که بیشتر توبه بکنیم، هرچند بیشتر پاک باشیم، هرچند بیشتر اهل احسان و دوستی و محبت باشیم و اهل ترحم باشیم بر بندگان الله متعال، به همان نسبت الله متعال ما را بیشتر دوست خواهد داشت. یکی از نشانه های محبت با الله متعال که آیا ما الله متعال را دوست داریم یا خیر، این هست که ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. الله متعال در سوره آل عمران می‌فرماید: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای پیامبر من اعلام بکن ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارید، فاتبعونی، از من، این از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنید، یحببکم الله، که الله متعال شما را دوست خواهد داشت، و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهانتان را میبخشد. یعنی این که اگر شما در محبتی که ادعا میکنید که با الله متعال دارید، اگر در این محبت صادق هستید و راست میگویید، راهش این است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتباع و پیروی بکنید. سنت‌های گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم و شیوه زندگانی و شیوه عبادی رسول الله صلی الله علیه و سلم را در پیش بگیرید تا این که نزد الله متعال محبوب باشید. و اگر شما واقعاً متبع رسول الله صلی الله علیه و سلم بودید،
روش زندگی ایشان را انتخاب کردید، بر سنت هایی و راهنموده هایی که ایشان برای ما بیان فرمودند و به جا گذاشتند اگر عامل بودید، معنیش این است که شما الله متعال را دوست دارید و در مقابل هم الله متعال شما را دوست خواهد داشت. جالب اینجاست که الله متعال به اندازه بندگانش را دوست دارد، حتی بندگانی که نافرمان هستند، حتی کسانی که اهل معصیت هستند، به راه الله متعال نرفتند، بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نکردند. وقتی که باز میگردند به سوی الله متعال، الله متعال بسیار شادمان می شود و آنها را دوست می دارد. در روایتی آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که الله متعال بازگشت شما را، یعنی توبه و انابت شما را به اندازه دوست دارد که و به اندازه خوشحال می شود مانند یک انسانی که از مرگ قطعی نجات پیدا کرده باشد. به چه اندازه خوشحال می شود؟ حتی در مثالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زدن این گونه هست که یک مردی رو تصور بکنید که در یک بر و برهوتی، در یک بیابانی، آب و آذوقه‌اش همه بر روی سواری و مرکبش هست و این سواری و مرکبش را از دست می دهد، گم می شود و به امید مرگ در زیر سایه سرش را بر روی سنگی می گذارد تا اینکه از دنیا برود. خواب می رود و وقتی که از خواب بیدار می شود می بیند که مرکب و سواریش بالای سرش ایستاده است. از مرگ حتمی و قطعی نجات پیدا کرده و این انسان از فرط خوشحالی می گوید که اللهم انت عبدی و انا ربک، پروردگارا تو بنده من هستی و من رب تو هستم. از بس خوشحال بوده دچار لغزش زبانی می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال از توبه بنده مسلمانش از این انسانی که به خاطر خوشحالی دچار لکنت زبان و لغزش زبان شده، از این هم بیشتر خوشحال می شود. و این نشانه لطف الله متعال، نشانه محبت و ودی هست که الله متعال نسبت به بندگانش دارد. و الله متعال این محبت رو در قلب بندگان مؤمنش قرار می دهد و این مودت و رحمتی را که ما در میان همدیگر می بینیم، این نشانه لطف الله متعال و نعمتی هست از نعمتهای الله متعال. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند الله متعال آنها را محبوب می‌گرداند. همین که یک فردی را که اهل طاعت و بندگی هست، انسان وارسته و پاکی هست، شما تا حالا ندیدید، فقط اسمش را شنیدید یا فقط حرفهایش را شنیدید، اما در قلب شما جا دارد، دوستش دارید، برایش دعای خیر میکنید، این نشانه این است که الله متعال این محبت رو در قلب شما قرار داده. الله دوستش دارد و دوستی و محبتش را در قلب شما انداخته. و جالبتر از این، وقتی که الله متعال یک بنده‌ای را دوست می‌دارد، به خاطر اعمال خیری که دارد، به خاطر بندگی که دارد، به خاطر عبادت و انابتی که دارد، به خاطر ایمان و اخلاصی که دارد، الله متعال بندگانش را دوست می‌دارد. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. انسان با انجام عبادت‌های نفلی و با اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم و با انجامی که الله متعال میپسندد محبوب الله قرار میگیرد. میدانید وقتی که الله متعال کسی را دوست بدارد چه اتفاقی میافتد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که
وقتی که الله متعال یکی را دوست بدارد در آسمان اعلام می کند به جبرائیل که ای جبرائیل من فلانی را دوست دارم، تو هم او را دوست داشته باش. و بعد از آن در میان فرشتگان اعلام می شود که الله متعال فلان بنده اش را دوست دارد، شما هم او را دوست داشته باشید. یعنی هم الله و جبرائیل و فرشتگان او را دوست می دارند. ثم یوضع له القبول فی الارض. بعد از آن در میان مردم محبوب قرار می گیرد. خوش به حال آن کسانی که محبوب الله متعال هستند. کسانی که محبوب الله هستند قطعاً محبوب انسانها هم هستند. یعنی این که الله متعال محبت و عشق و دوستی اولیاء خودش را و دوستان خودش را در دل بندگانش می اندازد. ما باید برای این که به این مقام برسیم که محبوب الله باشیم، الله ما را دوست بدارد و ما الله متعال را دوست بداریم، گذشته از این که عمل می کنیم، اعمال خداپسندانه انجام می دهیم، باید دعا هم بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دعا می فرمایند که اللهم اسألك حبك و حب من يحبك و حب عمل یقربنی الی حبک، در سنن ترمذی. پروردگارا من محبت تو را خواستارم و محبت با کسانی که تو را دوست دارند و محبت با اعمالی که مرا به محبت تو نزدیک می کنند. پروردگارا به من دوستیت را عنایت بفرما و دوستی با کسانی که دوست تو هستند و تو را دوست دارند و دوستی با اعمالی که مرا نزد تو محبوب می‌گردانند. یا در روایتی دیگر این گونه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمودند که اللهم ارزقنی حبک و حب من ینفعنی حبه عندک. پروردگارا محبت خودت را نصیب من بگردان و محبت کسی را که محبت با او در پیشگاه تو برای من مفید خواهد بود. یعنی محبت با اولیاء الله، با کسانی که محبوب الله متعال هستند. امیدوار هستم که الله متعال همه من و شما را به این مقام والایی که دوستدار الله باشیم و الله دوستدار ما باشد و بندگان خالص الله ما را دوست داشته باشند، انشالله همه من و شما به این مقام نائل بیاییم و در دنیا و آخرت محبوب، دوستدار و از جانب الله متعال مورد محبت قرار بگیریم. تا برنامه دیگر و نامی دیگر از نامه‌های پروردگار شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا